نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر من و شما منت نهاد تا در برنامه دیگر همراه شما خوبان و سروران باشیم و سوره های دیگر از کلام الله مجید و ترجمه معانی آیات این سوره های عظیم. در سوره مبارکه زلزله خدمت شما خوبان و سروران خواهیم بود. سوره ای که در مدینه منوره نازل شده و در ترتیب مصحف شریف بعد از سوره مبارکه بینه قرار گرفته. الله متعال در این سوره که نامش مشخص است به زلزله عظیم قیامت اشاره دارند، درباره آن اتفاق عظیم برای ما صحبت می‌فرماید. الله متعال در سوره مبارکه زلزله می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. آن زمانی رو به خاطر آورید که زمین به سختی بلرزد و به شدت دچار لرزش شود. زمین لرزه اتفاق مهیب و ترسناکی است که انسان از او می‌هراسد. انسان حقیقتاً به عجز و ناتوانی خود پی میبره وقتی که میبینه که تمام ساختمان‌ها و تمام مبانی دور برش دارن میلرزند و نمیدانه که کجا فرار بکنه. و اینجاست که انسان به قدرت عظیم خالق پی میبرد. زلزله هایی که در دنیا اتفاق میفته زلزله های چند ثانیه‌ای است که قدرت اون هم اونقدر هر چقدر زیاد باشه باز هم کامل همه چیز رو از بین نمیبره. اما آن زلزله‌ای که در قیامت اتفاق خواهد افتاد به مانند زلزله های امروزی ما نیست و تمام دنیا رو از بین خواهد برد. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که زمین به شدت و سختی تمام بلرزد و نظام همه چیز واژگون گردد و همه چیز در حال از بین رفتن و فرو ریختن باشد. و اخرجت الارض اثقالها، و زمین هر آنچه که سنگینی میکرد در شکم او همه آنها را بیرون میریزد. هر آنچه که گرانبها بود در زمین همه آنها را بیرون میریزد. تمام معادن، تمام گنجهای نهفته در زمین، تمام طلاها و نقره‌ها و اشیای قیمتی که در دل زمین پنهان شده بود همه اینها بیرون ریخته می شود. انسان‌ها از یک طرف نظاره‌گر این گنجها و ثروت‌ها هستند و از طرف دیگری پریشان و نگران و مضطرب از سرنوشت خود که این زلزله با ما چه خواهد کرد. هیچ رغبتی نسبت به این گنجها و ثروت‌ها نخواهد بود، چون هر انسانی اون روز مشغول به حال خودش است و می‌داند که دیگر اینها به درد او نخواهند خورد و امروز دیگر در این دنیا فرصتی برای زندگی باقی نخواهد ماند و هر کسی به فکر این است که چه بکند. و انسان‌ها میگویند وقال الانسان ما لها، و انسان میگوید چه شده است، چه شده است ما رو، چه شده است، این حکایت چیست و چه اتفاقی افتاده است. و میتواند که این آیات اشاره به قسمت دوم این ماجرا باشند، اون قسمتی که دوباره انسان ها از قبر بیرون می آیند. و اخرجت الارض اثقالها و اخرجت الارض اثقالها، و زمین آنچه که در شکم داشته از انسان ها همه را بیرون می ریزد و انسان ها پریشان و آشفته حال می گویند ما لها، چه شده زمین رو، و گویی باور نمی کنند که قیامت برپا شده است. یومئذ تحدث اخبارها، آن روز روزی است که زمین
اخبار خود را به زبان می آورد. آن روز روزی است که زمین هر آنچه را که مشاهده کرده از زندگی انسانها به تصویر خواهد کشید. آن روز روزی است که فیلم زمین به تصویر در خواهد آمد و به نمایش گذاشته خواهد شد. آن روز روزی است که زمین درباره هر آنچه که مشاهده کرده شهادت خواهد داد بر علیه هر آن شخصی که بر روی زمین کاری انجام داده، چه کار خیر و یا چه کار شری انجام داده باشه. آن روز شهادت خواهد داد. پس در آن روز مواظب باش که زمین درباره من و تو چه شهادتی خواهد داد. چه خوبه که اگر انسان در گوشه و کنار این زمین عبادت کرده باشه، هر جایی که سجده‌ای از تو به یادگار مانده، هر جایی که عبادتی کردی، هر جایی که ذکری خواندی، هر جایی که دعایی کردی، تکبیری گفتی، هر جایی که اذانی دادی، هر جایی که کار خیری کردی، هر جایی که به کسی کمکی کردی، زمین شاهد توست و زمین همه اینها رو شهادت خواهد داد. یومئذ تحدث اخبارها، اخبار فراوانی داره، حکایت ها دارد زمین اگر سخن گوید. این سنگ ها و این ریگ ها و این خاک ها میلیون ها میلیون خاطره دارند از کسانی که بر روی اونها قدم گذاشتن، خاطراتی تلخ و شیرین از خوبی ها و بدی های فرزندان آدم در طول عمر چند هزار ساله آدم و فرزندانش بر روی این زمین. یومئذ تحدث اخبارها، آن روز زمین درباره هر آنچه که خبر دارد خبر میگوید. پس چه خوبه که من و تو از خود خاطرات خوشی برای زمین بگذاریم. هر جا رفتی نمازی بخون، هر جا رفتی کار خیری بکن، ذکر و طاعت و عبادتی بکن. در هر زمینی، در هر فضایی، در هر فرصتی استفاده کن تا برای خود شاهدان زیادی داشته باشی روز قیامت. و گفتند اولیای خدا هر جا که گناه کردی، هر جا که گناهی از تو ثبت شده، سعی کن در همون جا عبادتی انجام بدی تا اگر گناهی بر علیه تو شهادت داده شد و زمین برای تو گناهی رو در اون نقطه خود ذکر کرد، در همون نقطه شاهدی به نفع تو هم باشه تا در اون نقطه برای تو شهادت بده که تو کار خیری انجام داده ایم. اون روز روزی است که زمین به سخن خواهد آمد. گوشه و کنار زندان ها، گوشه و کنار بازداشتگاه ها، شکنجهگاه ها، مکانی که مظلومین خونشان به زمین ریخته شد و مکانی که مظلومین شکنجه شدن. یومئذ تحدث اخبارها، اون روز خود آن زمین، خود آن در و دیوار به زبان خواهند آمد و بر علیه آن ظالم شکایت خواهند کرد و بیان خواهند داشت آنچه که در پشت درهای بسته اتفاق افتاد. نگران نباش، زمین شاهد حال توست و الله متعال قبل از همه علم یعلم به ان الله یرا. آیا نمیدانی که الله متعال همه چیز را میبیند؟ الله متعال شاهد است بر همه چیز. زمین همه چیز را گواهی میدهد و کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، هر آنچه را که انجام میدهید مینویسند و دست، پا و پوست بدن انسانها و زبانشان بر علیه آنها شهادت خواهد داد. شاهدان زیادی بر علیه من و تو خواهند بود. مواظب باش تا بازیگر فیلم خوبی برای خود باشیم. بازیگر فیلم خود در زمین خود تو هستی. نقش خود رو به بهترین وجه ممکن ادا بکن، چرا که این نقش تو ثبت است در روی زمین، در خاطره و حافظه زمین، در نزد ملائکه الله متعال، در نزد الله متعال نقش زندگی من و تو ثبت خواهد شد. اگر خوب باشد خوب و اگر بد بود بد. تمام خوبی های بد، خوبی های من و تو و بدی های من و تو ثبت خواهد شد. به ان ربک اوحی لها، چرا زمین این کار رو میکنه و شروع کرده به سخن؟ چرا که الله متعال، زیرا الله متعال به او وحی کرده و دستور داده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، آن روز که دوباره زمین دهن باز کند، مردم خارج می شوند. یصدر الناس، خارج می شوند مردم، اشتاتا، گروه گروه، یک عده‌ای در سمت راست، یک عده‌ای در سمت چپ، عده‌ای به سمت جنت می روند، عده‌ای به سمت دوزخ، عده‌ای در جمع متقیان و صالحین و انبیا و صدیقین و شهدا و صالحینن و عده دیگری در جمع فجار و
کفار و فاسقین و مفسدین لیروا اعمالهم، تا ببینن اعمال خودشون رو. انسان‌ها دسته دسته از قبرها سر برمی آورند تا کارنامه اعمال اونها به اونها داده بشه، تا ببینن هر آنچه را که بر روی این زمین انجام داده بودند، تا هر کسی هر آنچه را که انجام داده کامل ببیند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی ذره ای کار خیری انجام داده باشه این کار خیر رو خود را خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره شر یره، و هر کسی ذره ای کار شر انجام داده باشه خواهد دید. نگو که این کار کوچیکه، چه فایده میکنم از انجام دادنش. کار خیر رو سبک نشمر، ولو اینکه هر چقدر در نزد تو، هر چقدر در نزد دیگران این کار خیر سبک به نظر بیاد. فمن یعمل مثقال ذره، به اندازه ذره ای، به اندازه یک مولکول اگر تو کار خیری انجام داده باشی اون رو خواهی دید. و من یعمل مثقال ذره شر یره، و هر کسی به اندازه ذره ای کار شر انجام بده او رو خواهد دید. هیچ گناهی رو کوچک نشمار و هیچ بدی رو نادیده نگیر در زندگی خود، به فکر اصلاحش باش. این حکایت سختی است. این درس بزرگی است برای من و تو. هیچ کوچک و بزرگی در زندگی من و تو نیست مگر اینکه ثبت می شود. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. روز قیامت وقتی که نامه اعمال من و تو و دست من و تو داده بشه، هر کوچک و بزرگی در او ثبت شده و هیچ چیزی رو فراموش نکرده اند در نوشتن در این نامه اعمال من و تو، و الله متعال همه چیز رو برای من و تو ثبت می کند و همه چی اونجا برای من و تو نشون داده میشه. هیچ خیری رو کوچک نشمار. هر جا که میتونی خیری بکنی، هر چقدر به نظرت میاد که خیر کوچکی هست انجام بده، ولو اینکه لبخندی بزنی در صورت برادر و خواهر مسلمانت، ولو اینکه به یک حیوانی کمک بکنی، ولو اینکه نصف خرمایی رو صدقه بکنیم، ولو اینکه دانه کنجدی به اندازه دانه کنجدی و بلکه کوچکتر از آن در راه الله متعال قدم برداری و انفاق بکنی و صدقه بکنی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی ذره کار خیری انجام بده خواهد دید، هر کسی ذره کار شر انجام بده خواهد دید. نگران نباش، الله متعال دادگاه عدلی دارد که حق توی مظلوم رو از ظالم خواهد ستان. و ای ظالم، قبل از این که از این دنیا بیرون بشی و خارج بشی، اگر به کسی ظلم کردی، حق کسی رو خوردی، کسی رو ناراحت کردی، کسی رو از خود آزرده ای، برو از او حلالیت بطلب. قبل از آن که لحظه فرا برسه که در پرونده اعمال ذره اعمال پیش من و تو گذاشته بشه، اگر توبه بشه، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، کسانی که توبه کنن، ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، الله متعال تمام بدی های اونها رو تبدیل میکنه به نیکی ها و اونها دیگه آسان میشه کارشون. اما اگر توبه نشد، ذره اعمال انسان حساب خواهد داد. این سوره زلزله است، سوره‌ای که درسی است برای من و شما و تذکری و تلنگری تا آماده بشیم برای آن روز عظیم. آمادگی قبل از این که فرصت به پایان برسه بعد آمادگی بگیریم، چون نمیدونیم که چه موقعی از دنیا خواهیم رفت. الله متعال در ادامه به سوره مبارکه عادیات اشاره می‌فرماید. سوره مبارکه عادیات صفاتی در اون هست که به انسان مسلمان یاد میده برای آمادگی با اون زلزله عظیم روز قیامت چگونه آمادگی بگیره، چه صفاتی داشته باشه و چه ویژگی هایی داشته باشه. الله متعال در این سوره می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، و قسم با آن اسب‌های تیزرویی وقتی که با سرعت حرکت می‌کنند در میدان جهاد، نفس زنان در حال حرکت هستند. یا قسم با آن شترهایی که وقتی حرکت می‌کنند به میدان حج و به سوی حج پیش میرن، نفس زنان حرکت میکنن و با سرعت پیش میرن. فالموریات قدحا، و قسم به آن لحظه‌ای که با آن اسب‌هایی که سم پای اونها با قدرت وقتی که به زمین میخوره و با سرعت جرقه ایجاد میشه از برخورد پای اینها با سنگ‌هایی که زیر پای اینهاست، اینجا نشان از قدرت اونهاست. الله متعال قسم میخوره به اسب‌های مختلف و شترها. قسم الله متعال به مخلوقاتش قسم الله است. الله متعال
به هر چه دوست داشته باشه قسم میخوره، به مخلوقاتش، اما ما اجازه نداریم جز به ذات خودش قسم بخوریم، چون ما رو منع کرده از اینکه ما به غیر از ذات الله متعال و صفاتش قسم بخوریم. الله متعال قسم میخوره به اسبهای تیزرو و قسم میخوره به اسبهایی که با قدرت پا میگذارن. در قسم اول سرعت نهفته است، در قسم دوم قدرت نهفته است. فالمغیرات صبحا، و قسم با آن اسبهایی که سواری اونها بر اونها سوار است و صبح دم حمله میکنن به دشمن. اینجا سحرخیزی و ابتکار عمل و زود عمل کردن، این صفت در این آیه نهفته است. فاثرن به نقع، و اون سرعتی که صبح دم وقتی که حرکت میکنن در همون صبح دم غبار به پا میکنند در میدان جنگ. فاثرن به نقع، و این صبح که با سرعت حرکت میکنن و قدرت غبار رو برپا میکنن، وقتی حرکت میکنن غباری گرد و خاکی بلند میشه و اینجا در این آیه اثر پذیری نهفته است. فوسطن به جمع، و با همین غباری که بلند کردن و در همین صبح دم به دل جمع میزنن و به دل دشمن میزنن و اینجا شجاعت و جسوری اینجا و شجاعت و پهلوانی نهفته است. الله متعال در این پنج آیه 5 صفت مهم رو تعریف می‌فرماید: سرعت و قدرت و سحرخیزی و زود عمل کردن و همچنین اثرگذاری و شجاعت، صفاتی که الله متعال در وصف این اسبها و قسم خوردن به آنها به من و شما نشان میده که انسان مسلمان باید این صفات رو داشته باشه، باید سرعت داشته باشه در انجام کارها قبل از اینکه فرصت از دستش بره، با قدرت و قوت انجام بده کارهای خود رو و به بهترین وجه ممکن، و همچنین در انجام کارها سرخیز باشه و قبل از این که فرصت از دست بره موقعیت شناس باشه و همچنین اثرگذار باشه، به مانند این اسب‌هایی که گرد و غباری به پا میکنن و تأثیر میگذارن در میدان جنگ، و همچنین شجاعت داشته باشه به دل جمع بزنه. و این صفاتی است که انسان نیاز داره، انسان مسلمان در زندگی و مبارزه با زندگی و مشکلاتش و مبارزه با دشمنانش. ان الانسان لربه لکنود، اما انسان ها برای پروردگارشون ناسپاسن، ناشکرن. این گونه نیست که همه انسان ها این صفاتی رو که ذکر شد داشته باشن. متاسفانه بسیاری از انسان ها ناسپاس و ناشکرن در بین نعمتهای الله متعال، نعمتهایی که به اونها داده، نعمتها رو فراموش میکنن، فقط امتحانات و سختی ها و مشکلات زندگی خود رو بیاد میارن. این انسان ها کفر پیشه ناسپاسن، اینها شکر الله متعال رو به جا نمیآورن. و ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید، انسان خودش هم شاهد بر این ماجراست. و انه علی ذلک لشهید، خود انسان هم اگر صادقانه بنشینه و با خودش خلوت بکنه و کلاه خود رو قاضی بکنه برای خودش شهادت خواهد داد بر این که ناسپاس است و کفر پیشه است و این همه نعمتی رو که الله تعالی به او داده فراموش میکنه و فقط چند آزمایش و سختی که در مسیر او هست همونها رو به یاد داره. و انه لحب الخیر لشدید، یکی از مشکلات این انسان بخیل، این انسان ناسپاس، این انسان کفر پیشه اینه که و انه لحب الخیر لشدید، خیلی شدیداً علاقمند به مال دنیاست، مال دنیا رو شدیداً دوست داره، بدون مال جمع کردن مال دنیاست. انسان مال دنیا رو جمع میکنه و باز جمع میکنه و باز جمع میکنه و اگر یک وادی از طلا داشته باشه، رسول الله علیه السلام فرمود باز وادی دیگری رو هم طلب میکنه و قانع نیست به آنچه که دارد. این صفت انسان هایی است که ارتباطشون با الله متعال ضعیف است. اینها کسانی هستند که به آخرت ایمان باور کامل ندارن. اینها کسانی هستند که شیفته مال دنیا هستند. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیداند این انسانی که شیفته دنیاست و آخرت رو فراموش کرده است، این انسان ناسپاس کفر پیشه که الله متعال رو عبادت نمیکنه، نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد، حق مساکین و ایتام رو در مال خود فراموش کرده است، آیا نمیداند اذا یعلم افلا یعلم، آیا نمیداند اذا بعثر ما فی القبور، وقتی که از قبرها دوباره بیرون شود مگر نمیداند که میمیرد؟ میداند. چرا فکر نمیکنه به مرگ خودش؟ چرا فکر نمیکنه که در قبر چه اتفاقی براش میفته؟
چرا فکر نمیکنه که این انسانی که انقدر به فکر جمع آوری مال است در قبر میره با کفنی که جیب ندارد و نمیتونه از این مال خود هیچ چیزی رو با خود ببره و در قبر تنها میره و پسرانش و فرزندانش و وارثینش بر ارث و میراث او به سر و کله هم میزنن. چی از مال دنیا با خودت میبری که انقدر تلاش میکنی و خدای خودت رو فراموش کردی؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، وقتی که فکر کردی از این قبر دوباره بیای بیرون چه اتفاقی برای تو میافتد؟ اون لحظه ای که و حصل ما فی الصدور، هر آنچه که در دلها و سینه ها آشکار میشه، اون موقع چیز پنهانی رو هم نخواهی داشت. از هر راهی که پول به دست میاری سر این کلا گذاشتی، به اون رو فریب دادی، اینجا ظلم کردی، اونجا ستم کردی، اینجا کلا برداری کردی، از بیت المال دزدیدی، حلال و حرام سرت نشد، اونجا دیگه همه چی آشکار میشه. تو موندی و این همه حساب کتاب، نه از اون مال دنیا چیزی همراهت است، نه از اون چیزی که جمع کردی همراه تو چیزی مان، نه استفاده درستی کردی، نه فرصتی برای لذت داشتی، نه به دنیا در آخرت به درد تو میخورن. تو در پیشگاه الله متعال حاضر میشی لخت مادرزاد و هیچی همراه خودت نداری، اما هر آنچه که در سینه داشتی در راه به دست آوردن این مال، هر آن گناهی که کردی، کلکی که زدی، ظلم و ستمی که کردی، حق و ناحقی که نادیده گرفتی، اون میراث هایی رو که به ناحق خوردی، اون دزدی هایی رو که کردی، اون ظلم ها و ستم هایی رو که انجام دادی، همه اینها آشکار خواهد شد. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، پروردگارشون آن روز کاملا آشنا است به حال اونها و میداند که چگونه رفتار بکنه با اونها. آیا آمادگی گرفتی برای این لحظه؟ ای کسی که هر روز صبح تا شب به فکر مال دنیا هستی و نماز نمیخوانی به این بهانه که کار دارم، که مغازه دارم، روزه نمیگیری به این بهانه که من کار میکنم، زکات پرداخت نمیکنه به این بهانه و بهانه های مختلفی که من حق زکات من نیست، من تجارت دارم، ورشکسته شدم، به یتیم کمک نمیکنی، به مسکین کمک نمیکنی، به دوست آشنا کمک نمیکنی، از ترس اینکه مال تمام بشه، ذخیره‌ای نداشته باشی، حسابت خالی بشه. برای کی جمع میکنی اینها رو؟ برای قبرت؟ برای کفنت؟ برای کی؟ چرا برای قیامت سرمایه گذاری نمی کنی؟ چرا آمادگی نمیگیری برای اون روزی که هیچ کسی به درد تو نخواهد خورد و در سینه هر آنچه که داری آشکار خواهد شد؟ قلب تو پاک کن، قلبت رو از کینه، از بغض، از کینه و نفرت دیگران، از حب این گونه شدت مال، این مدلی دوست داشتن مال، قلبت تو پاک کن تا الله متعال به تو خیر بدهد، الله متعال به تو کمک بکنه، الله متعال تو رو رحم بکنه در روز قیامت، اون روزی که الله متعال همه چیز تو را میداند، الان هم میداند. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اون روزی چیزی از الله متعال پنهان نیست. با الله متعال رابطه تو خوب بکن، رابطه خودت رو برقرار بکن قبل از اینکه عذاب به سراغ تو بیاد. در سوره بعدی الله متعال میفرماید که اون عذاب به زودی خواهد رسید، عذابی در هم کوبنده. سوره القارعه از جمله سوره‌ای است که در مکه مکرمه نازل شده و درباره قیامت صحبت می‌فرماید. قیامت، القارعه، یکی از نام‌های قیامت است، یعنی در هم کوبنده، همه چیز رو در هم می‌کوبه اون اتفاق عظیم و همه این دنیا رو با این عظمتش، نه تنها زمین و آسمان ها رو هم در هم می‌کوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، قسم به آن اتفاق عظیم، القارعه، آن رخداد بزرگ، آن واقعی در هم کوبنده که در هم میکوبه همه چیز رو. ما القارعه، و تو چه میدانی که اون اتفاقی که در هم میکوبه همه چیز رو چیست؟ اون اتفاق در هم کوبنده عظیم چیست؟ و ما ادراک ما القارعه، و باز تو چه میدانی؟ چطور، کی به تو گفته است و به تو نشان داده که چیست اون اتفاق عظیم و بزرگ؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آن روزی که انسان‌ها به مانند پروانه‌هایی پریشان و مضطرب و نگران، پخش و پراکنده اون طرف و اون طرف می‌گردن، نمی‌دانن چی کار می‌کنن، پروانه‌هایی که دیوانه‌وار حرکت می‌کنن و نمی‌دانن به کجا می‌روند. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال، و کوه‌ها رو می‌بینی، این عظمت رو، 8800 متر اورست رو و کوه‌های دیگر رو می‌بینی، میلیون‌ها تن سنگ، هزاران متر ارتفاع، کیلومترها سنگ است و سنگ است و سنگ. این سنگی که به زور TNT میتونست یک تیکه از این رو از مکانش منتقل بکنی، دستگاه ها می آوردی که این رو بتونی بشکنی و نمیتونستی به راحتی بشکنی. یوم تکون الجبال،
آن روز کوه ها رو میبینی کل عهن المنفوش، مثل پشم رنگی حلاجی شده است. پشم رنگی، چون کوه ها رنگ های مختلف دارن. اون روز هم فکر میکنی که این کوه ها مثل پشمی که حلاجی شده. پشم حلاجی شده سبکه و یک بادی میتونه این رو بکنه و بیاندازه جای دیگری. کوه ها رو میبینی همینجوری پخش و پلا میشن. باور نمیکنی که اینها میلیون ها تن سنگن. این ارتفاع، این ضخامت و این سفتی و سختی کجا رفت؟ و تکون الجبال کل عهن المنفوش، به مانند پشم حلاجی شده خواهد شد کوه ها. و اون روز فاما من ثقلت موازینه، و آن روز هر کسی که نامه اعمال او، ترازوی اعمال او سنگین گردد. کدوم ترازو سنگین بشه؟ مشخصه که کدوم ترازو سنگین بشه. اصلا الله متعال نفرمود کدوم ترازو سنگین بشه، چون مشخصه که اونجا چی به درد میخوره. اونجا نامه اعمال، اونجا که نیکوهای انسانه، نیکیهای انسانه، نیکوکاری هایی که انجام داده، عبادت هایی که انجام داده، کارهای خیری که انجام داده ای. فمن ثقلت موازینه، در موازنه، در وزن بین بد و خوب، بین نیکی ها و بدی ها، بین خیرها و شرها، خیرهاش سنگین شده. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، این انسان در یک زندگی بسیار رضایت بخشی خواهد بود. ترازوی اعمال تو سنگین کن. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. رسول الله علیه الصلاة و السلام فرمود دو کلمه هستند که نزد الله متعال بسیار محبوبند و بر زبان بسیار آسانند و در ترازوی اعمال بسیار سنگینند. اینها سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این اذکار رو بخون، ذکر بخون، نماز بخون، عبادت بکن، صدقه بده، روزه بگیر، رابطه خود رو با الله متعال خوب کن، گناهانت رو کم کن، وزنه گناهان رو کم کن با توبه. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این وزنه سنگین گناهان رو میشه با یک توبه خالصانه همه اینها رو از این کفه ترازو برداشت و این کفه ترازو گذاشت. فمن ثقلت موازینه، و اون موقع ترازوی ما سنگین میشه و اگه ترازوی ما سنگین شد فهو فی عیشة راضیه، در یک زندگی سعادتمند، رضایت بخش، یک زندگی عیشة، یک زندگی مفرد به کار برد الله متعال کلمه عیشه رو تا من شما اشاره بکنه که یک زندگی یک دست خواهد بود. این زندگی پایان پذیر نخواهد بود. این زندگی دچار تغییر و تحولاتی که شما رو از بین ببره نخواهد شد. این زندگی روز به روز زیباتر و زیباتر و زیباتر میشه، پایانی نخواهد داشت. رضایت بخش و لذت بخش است. وقتی الله متعال میفهمد رضایت بخش است، یعنی امکان نداره تو در این زندگی دچار کوچکترین کمبودی بشی و نارضایتی بشی. فرصت هست، بیا توبه کنیم، بیا دستت رو بده به من، بیا در جانمازمون رو بیاندازیم پیش الله متعال، سر به سجده بیاندازیم، واسجد واقترب، سجده بکنیم و نزدیک بشیم به الله متعال و اشک بریزیم و از الله متعال بخوایم گناهان ما رو ببخشه. همین الان نوبت توست، همین الان نوبت من و توست، همین الان توبه کن. همین الان بگو خدایا با صمیم قلب تمام روح و فکرت رو بسپر به الله متعال، با تمام وجود خودت از الله متعال بخواد تو رو ببخشه، از الله متعال بخوایم مان تو رو ببخشه. بار الله ما رو ببخش، بار الله گناهان ما رو ببخش، بار الله در اون روز ترازوی اعمال ما رو سنگین نگردان، بار الله هر گناهی که می‌دانیم و نمی‌دانیم، دانسته و ندانسته انجام داده ایم، همین ما رو ببخش، گناهان همه امت اسلامی رو ببخش تا ترازوی اعمال ما سنگین بشه. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه، هر کسی که این ترازوی اعمالش، ترازوی خیرها و نیکیهاش خفیف شد، سبک شد، رفت بالا و ترازوی گناهان و شرش آمد پایین، فامه هاویه، مأوا و مسکن این یک پرتگاه عظیمی است. پرتگاه عظیمی است. اینجا به معنای مأواست. انسان وقتی که به داغوش مادر میره جای پیدا نمیکنه، میترسه، با آغوش مادر پناه میبره. الله متعال تشبیه عجیبی فرمود. این انسانی که ترازوی اعمالش کمه، نمیدونه کجا بره، چنان به سمت دوزخ میره گویی که با آغوش مادرش داره میره به سمت این پرتگاه عظیم. و ما ادراک ما هی، تو چه میدانی که این حاویه چیست؟ این پرتگاه عظیم چیست؟ چه جور جای خطرناکی است؟ نار حامیه، آتشی بسیار سوزان و داغ. و رسول الله علیه السلام فرمود آتش اونجا 70 برابر آتش دنیای شماست و بسیار عظیم است.
و بسیار سوزان است و بسیار سخت خواهد بود تحمل آن آتش. حتی لحظه اون رو نمیتونیم تحمل بکنیم. الله متعال من و شما توفیق بده تا خود رو نجات بدیم از آنچه پیش روی ماست و توفیق بده تا بندگان خوبی باشیم و ما را از آتش دوزخ نجات بده و توفیق عبادت و عمل صالح و ترازوی اعمال ما و شما رو سنگین بگرداند. آمین. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو برای متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني